که من تو هر کدوم از این 4 تا یه سری تیپ و یه سری پیشنهاد دارم برای شما. تو لیسنینگ فرمت آزمون رو بشناس، یعنی بدون که تسکا چی ان. حالا تو لیسنینگ که ما تسک نداریم ولی 4 تا سکشن داریم، سکشن ها رو بشناس. مثلا ما توی سکشن 1 من 4 تا سکشن داریم، 1 و 2 1 و 3 1 و 3 دیالوگن، سکشن 2 و 4 مونولوگن، یعنی یه نفر حرف میزنه تو 2 و 4، تو 1 و 3 یه مکالمه است. خب اینا رو مثلا باید بشناسی، بدونی توقع چی باید داشته باشی وقتی میشینی سر جلسه. خب یکی دیگه این که با اکسنت های مختلف راحت باش، خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببین آیلتس میخواد انگلیسی تو بسنجه و انگلیسی امروزی که ما دارم با هم حرف میزنیم فقط انگلیس و آمریکا نیست، ما انگلیسی هندی داریم، انگلیسی روسی داریم، خب اکسنت ها رو میگم، لهجه ها رو میگم، انگلیسی مکزیکی، انگلیسی مثلا لاتین، اسپانیایی، اینا. تو پس فردا پا شدی رفتی کانادا، همسایت هندیه. خب ایشالله پاشی بری و اگه دوست داری و ایشالله تجربهش کنی. آیلتس میخواد اینو بفهمه که تو محیط چقدر راحتی با این اکسنت ها و این مهمه. یهو لیسنینگت ایندیینه آقا، یارو یکم یه لهجه مثلا هندی داره، بفهم و راحت باش. یعنی یهو نگو این چیه، این چه زبونیه. خب یا مثلا ایژن یارو، حالا هرچی. سرعت عمل اسکنینگ بالا که شما تو لیسنینگ خیلی جالبه، میگه آقا اسکنینگ چه ربطی به لیسنینگ داره، مگه برای ریدینگ نیست؟ نه، تو لیسنینگ هم خیلی مهمه. در جا سوالا میاد، در جا باید شروع کنی جواب دادن. خب و وقتت برای خوندن سوالا خیلی کمه، باید سریع بتونی اسکن کنی و سوالا رو کلمه کلیدیاشو خط بکشی، معلوم کنی اینا که بتونی بهترین نتیجه رو بگیری. گوش تیزتر که باز خیلی مهمه تو لیسنینگ و با یه سری تمرینا که حالا اینجا جاش نیست ولی تو چنلمون خیلی تو ویدیوهای بعدی راجعش صحبت میکنیم. گوش تیز مهمه و اینکه سرفینگ، قدرت سرفینگ یا موج سواری که شما بتونی سوار این موج چی. و آقا اگه فهمیدی و باید بتونی اینو بفهمی که آقا این سوال این جا خالیه لیسنینگ و من رد شد. و ببین لیسنینگ آیلتس یه بار میذاره تموم شد. میفهمم، من اصفهانیم، میفهمم که 30 میلیون پول دادی، 20 میلیون پول دادی، یه بار گذاشت تموم شد. چقدر بده. خب و تموم شد رفت، یعنی اون یه نمره برای همیشه سوخت. آقا اینو بفهم که شما باید سرفینگ بلد باشی، جلوی ضرر رو باید الان بگیری و وقتی اینو نتونستی بفهمی سکیپ کنی سراغ سوال بعدی. خیلی مهمه که شما بتونی سرفینگ یاد بگیری و اینا. و پذیرش رد شدن و پذیرش و رد شدن، همینی که گفتم، یعنی آقا تو میفهمی که اینجا رو رد شد و رفت، بگذر. لیسنینگ گذشت، تو هم بگذر دیگه، شد دیگه، ولش کن آقا، خیلی درگیرش نشو. اینا خیلی مهمه تو لیسنینگ. ویدیویی که نگاه کردین از مدرسه هریتیج سکول، ما رو در یوتیوب یا هر جایی که دارین این ویدیو رو میبینین دنبال کنین، کانال یوتیوب ما رو. من خیلی خوشحال میشم که شما رو داشته باشم تو جمعمون و ویدیوهای اینطوری خیلی خواهیم داشت. منم کانال، یعنی پیج اینستاگرام شخصیم هست This is نیما، اونجا میتونین منو فالو کنین، میتونین از تیپایی که میذارم روزمره استفاده کنین. اگه مشورتی میخواین با من بکنین راجع به موضوعی، صحبتی هست، حرفی هست، اونجا هست، من دایرکتور رو چک میکنم کامل. و اینکه اینستاگرام منم هست، فالو کنین. دیگه ما مدرسه زبان هریتیجیم. این ویدیویی که مشاهده کردین بخشی از مدرسه زبان شبانه روزی هریتیج، مدرسه‌ای که دوره قوطه‌وری، Immersion مستر کلاس، مستر کلاس گرامر، مستر کلاس وکابولری، آیلتس تکنیکال کورس، دوره ایمیگریشن، مهاجرت، همه اینا در واقع یک جایگزینیه برای آموزشگاه‌های زبان حضوری و امثال هم با یه قیمت خیلی معقول‌تری که شما دسترسی پیدا می‌کنین به یک دوره جامع قوطه‌وری که تو اون دوره ما می‌ریم علمی بررسی می‌کنیم چطور زبان دوم یاد گرفتن ممکنه. هر کدوم از شما که این ویدیو رو می‌بینین توی سطحی هستین، خب، و با دیدن دوره ایمرشن و قوطه‌وری یاد خواهید گرفت که چطور می‌تونین سرعت رشدتون رو خیلی زیاد کنین تو زندگی که دارین، تو سبک زندگیتون. حتی اگه رفیقایی ندارین که بتونین مثلا باشون زبان تمرین کنین، حرف بزنین، اینا
بتونین اینتگریت کنین زبانو، بتونین تو زندگیتون اضافهش کنین در نهایت. و مستر کلاس دستور زبان که ما میایم گرامر انگلیسی مقدماتی، یعنی مای نیم از فلان و هلو و این صحبت ها، تا گرامر سطح پیشرفته C2 میریم کامل دستور زبان انگلیسی رو با هم بررسی میکنیم. بعدش مستر کلاس وکابولری رو داریم که میریم از فادر و مادر و برادر و اینا، از گرامر سطح دوباره A1 از مبتدی ترین سطح تا پیشرفته ترین سطح انگلیسی کامل با هم پیش میریم. لغاتو دوره تخصصی آیلتس رو داریم که تمام نکاتی که من گفتم اینجا و خیلی 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 بیشتر ما تو دوره تخصصی آیلتس با هم کار میکنیم، خیلی سنگین و خیلی پیشرفته. دوره تخصصی مهاجرت یعنی دوره 0 تا 100 مهاجرت برای کسایی که نمیدونن چیزی ازش یا خیلی کم میدونن، که از لحظه‌ای که شما تصمیم میگیری مهاجرت کنی، کشورتو انتخاب کنی، بعد بری دانشگاهتو پیدا کنی، بعد بری تو سایت دانشگاه ببینی رشته‌ای که می‌خوای و داره یا نه، بعد تو اون رشته و تو اون مقطع پیش نیازهای دانشگاه رو نگاه کنی، بعد ثبت نام کنی، بعد اون پروسه سلکشن پروسیجر رو پشت سر بذاری، بعد انتخابت کنه دانشگاه، نام پذیرشت بیاد ان شاءالله. بعد با اون نام پذیرش باید چیکار کنی؟ که باید بری سفارت، وقت سفارت چیه، چطور میگیرنش، مدل‌های ویزا چطور کار میکنه برای کشورهای مختلف، لیگالایزیشن چیه. همه اینا رو تو دوره مهاجرت با هم کار میکنیم که شما بدون پرداخت هزینه وکیل یا با کمترین هزینه ممکن بتونی این مسیر رو پشت سر بذاری. و دوره جامعه کنکور زبان برای بچه‌هایی که یا انگلیسیشون خوبه یا حتی انگلیسیشون خوب نیست، از صفر ما کار میکنیم اینجا تو این دوتا دوره گرامر و وکابولری. و بعد میام تخصصی میریم سراغ کنکور زبان که چطور میتونیم یه نتیجه خیلی خوبی از این کنکوری که تو کشورمون برگزار میشه برای ورودی این رشته بگیریم و رشته‌هایی که بتونه ارائه میده، دانشگاهایی که میتونیم بریم و همه اینا تخصصی تو دوره کنکور زبان با هم بررسی خواهیم کرد. به علاوه دسترسی مادام العمر به این کورس‌ها، یعنی شما یک هزینه یه بار پرداخت می‌کنی و مادام العمر به اینا دسترسی داری. پک فیزیکی کتاب‌های مورد نیاز. خب ما تو دوره گرامر و وکابولری انگلیسی با هم کار می‌کنیم، از 0 انگلیسی تا 100 انگلیسی و اینا با یه سری کتاب اتفاق میفته. ما اون کتابا رو فیزیکی براتون میفرستیم. یا تو دوره آیلتس ما کمبریج آیلتس هایی که با هم کار می‌کنیم و تو پک فیزیکی کتاب فیزیکیشو برات میفرستیم با همون هزینه، بدون هزینه اضافه. به علاوه پشتیبانی شبانه روزی بدون هزینه اضافه. دوباره ما یه سرور دیسکورد داریم که همه کسایی که تو مدرسه شبانه روزی هریتیجن و زبان یاد میگیرن، یه سرور خصوصی دیسکورده که شما دسترسی پیدا میکنین بهش و شبانه روزی میتونین با رفقایی که پیدا میکنین تو مدرسه هریتیج، با دوستایی که پیدا میکنین صحبت کنین، اینتراکشن داشته باشین، حرف بزنین، کال بگیرین، مثلا یه دوره همی باشه هر هفته یا هر روز حتی. و اگه من هستم آنلاینم، اگه از مشاورای مجموعمون کسی آنلاینه، میتونین سوالی داشتین بپرسین. همه اینا ممکنه و هریتیج واقعا یه مدرسه شبانه روزیه. به علاوه جلسات آنلاین هفتگی مثل کلاس، چون من میدونم شما در نهایت به کلاس نیاز داری، نمیتونی بگی آموزشگاه نمیرم که. ما برای اون تیکش هم در آن تاپ آف به قولی یا بالای به علاوه دوره‌هایی که داریم، جلسه‌های آنلاین هفتگی داریم با خود من و دوستانی که هستن، با مشاورا، و میتونین که تجربه کلاس آنلاین رو تجربه کنین هر هفته. یعنی کلاس داریم جدای همه این صحبت‌ها. جلسات مستمر بحث‌آزاد، فری دیسکاشن با بچه‌های مدرسه که میشینیم حرف میزنیم و گپ میزنیم و به انگلیسی راجع به موضوعات مختلف. و دور همیهای خصوصی حضوری، همه اینا مجانیه برای کسی که میاد تو مدرسه هریتیج، هزینه اضافی نداره. ما مثلا اصفهان، تهران، شهرهای بزرگ، شهرهایی که دانش آموز ازش خیلی داریم تو مدرسه هریتیج، میایم و دوره همی خصوصی برگزار میکنیم. یعنی خبر میدم که آقا فردا به فلان آدرس فلان جا مثلا 20 تا 30 تا از بچهای اصفهانو پاشین بیاین، ما داریم همدیگه رو میتاپ میکنیم، ملاقات میکنیم و تو همشون من هستم. و شهریه ماهانه نداریم، هزینه‌های اضافه نداریم. هزینه ورودی یک بار و برای همیشه شما پرداخت میکنید و مادام العمر دسترسی پیدا میکنیم به مدرسه شبانه روزی هریتیج. That's it. برای پیوستن به مدرسه هریتیج، برای اینکه جوین بشین، میتونید بریم به آدرس heritageschool.ir یا به فارسی تو گوگل سرچ کنین مدرسه زبان هریتیج،
یه سایت ما میاد بالا به این آدرس heritageschool.ir و از اونجا میتونین که ثبت نام خودتون رو انجام بدین و اینکه مخلصیم. امیدوارم این ویدیو کمکتون کنه. برای دوستاتون هم بفرستین که به اونا هم ممکنه کمک کنه و تو مدرسه هریتیج میبینمتون.